او مانده نشی آقا. ای دول از کجا کدی؟ خلیفه بلایت بگیره، امکانات تو دول شارشور پیدا کردیم که بسته قریه رکتش بست میکنم. ای از کی گرفتی آقا؟ نیک خریدیش چطور؟ خیدوزی کردیمش خلیفه بلایت بگیره، و معلوم دار که خریدیمش. تو یک دول است که دولا در گردش نمیرسه. چند خریدیش آقا؟ خلیفه بلایت بگیره خونم و گوسپنده بردم. تو دول است که بای 4 تا گوسپند میارزه. اوه امو گوسپند دادی ایره خریدی؟ او چشم لقه کلکدو دول سایکو که در کل ولسوالی جورش پیدا نمیشه. خی چند میخریدمش خلیفه بلایت بگیره. خب هر چی کدی خوب کدی. تو مرش آقا که من یک سایلش اخ کنم. ما بگی خلیفه بلایت بگیره. خوازی با دوش تا در نگاه کردن دول بگیری که باز گم و دود نشه. آقا مگم چندان رنگ خوشخو نداره. سایکو چه رقم چتل رنگش کدن؟ فقط بگوی کدامش تو کیر رنگ کده باشه. خلیفه بلایت بگیره رنگش چی میکنی؟ تا رنگش سایکو که زنگ از دل سنگ میکنه. هر چی که باشه بازم به او گوسپند نمیارزید که کتش بدل کدی. دبای از او گوسپند 4 تایی رقم خریده میتونستی آقا. خلیفه بلایت بگیره خی چطور میکدم ناچار بودم. یکی خود دل خوبش بود، دیگه ای که مجبور بودم که نمیره بخرم خلیفه بلایت بگیره. چی مجبور بودی آقا؟ کس خب از سرت سودا نکده بود که میگه مجبور بودم. او کلکدوی گپ نارست. تو نمیفهمی که همی دل خو یک دام روزی ماست. از دست بیدولی تا به حال چند تا معامله توی از دستم رفته. دیگه ای که مجبوری نیست خی چیز خلیفه بلایت بگیره. تو باش که صدایش چه رقم است؟ بیشک آقا عجب صدای خود داره. کت تمت رقمم دول دیگه ما وارز. او ناشاد نامراد نزن که حال غارش میکنی خلیفه بلایت بگیره. خیر آقا تو بان که دستم رو شود. او سرچو که نیم کله خیری چیز؟ اقاید گم بود حاله که در دستم آمده دلت است که پوکانه واره بتر قانیش خلیفه بلایت بگیره. اینه آقا تو خو یک گشت بان اگه خراب شد باز کلیمه بکن. بگی اینه که قشل استی. مگه موشت باشه که دست ملنگ نسازی که براستی کلیت زیر بالت میکنم خلیفه بلایت بگیره. خوص ایست اینه او ناظری چی دم تق انداختی؟ باز چی خود دیدی که تو دلت از خوشی زنبلبق میزنه؟ صدقی زنبلبق چم جان داد. چطور خوش نباشم، چطور قولک و بالک نزنم. دلم قروتک میزنه و گواهی میته که دولم خوب واردار فروخته شده. کاکا ناظر خوب در دل دولک ده و دول کنه پوست پشک کی میخرن؟ صدقی پشک چوبز مرای ای گپا نزن که دلم غمباده میشه. قدمم مثل خاده میشه و نفس ما مال استاده میشه. اگر دولم فروخته نمیشد آل هرو مرود ای بغل و بغل دوکان میبود. یار ناظر هوشیار آدم هستی، اما تو که میگی دولت بچت او کدیم. اخ که ما صدقی بچت خلیفه جان داد خود شوم که میگم در کل دی بالا و دی پایان جوره نداره. این عالمی پیسگه که ناظرته در ایلمی دسمال گلسه بپیچن که من خندان و جسان سن خانه برم. کاکا ناظر تو هم بلا میکنی. پیسه دولت در دستمال برده نمیشه که رسپان برده میشه. صدقی رسپان چوب ای چی رقم پیسه است که من بخشش رسپان بیارم؟ گپ از این قرار است که ما دولت کت یک گوسپند مالچه کدیم. صدقی مالچه چوم ایلیش خندیاره بس کلان. من گوسپنده در فرقیم دیم بخورم بپاشم. من خود دولت دادم که سودا کو، نگفتم که در گوسپند بدل کو. اون برات گفتم که از من نیست و از رفیقیم است و پیسه ضرورت داره. صدقی ضرورت چوم. چرا؟ آل گوسپند چی کده که تو اوقات تلخی میکنی؟ صدقی گوسپند چوم کتی صاحب اصل دول خو ما پیسه واده کدیم. اگه پیسه نتونش پوست ما کاپر میکنه و روز گلی میسازه. میپام یا نه؟
تو کس خی دولت پس بگی ببر ده کدام جای دیگه سودا کن. دیگه چی میگی؟ دولت چرا پس بگیرم؟ یک ماه میشه در اینجا اویزان کردیم که فروخته شود. آخرش هم گپش در میش و بز و گوسفند و برکشید. صدقه بز و گوسفند چم؟ ناظر دردت در قراری بخو. ای چی قال مقال انداختی؟ صدقه قول مقال چم؟ از این کدم مرا بکش. مرا قیخ کو در پیش پای گوسفند از پشت سر الالم کو. خویی گپ نزن که تاواندار میشم، یتیمدار میشم، ناجور و بیمار میشم، در زیر چوب و سنگ مردم سنگسار میشم. صدقه سنگسار چم؟ خو خیر است ناظر، برو همین تاوانم من میکشم. گوسپند من میگیرم و میوازش تو را پیسه میتم. وی صدقه پیسه چم؟ آقا باز دا چی کلونگ هستی؟ نیک دوله سر میکنی چطور؟ خلیفه بلایت بگیره علا داد. یه نخوبی بی که تسمایش کش میکنم که دستور بیایه. دیگه چی پرس و پال داری؟ حالا چرا دوله سر میکنی آقا؟ نیک باز کدام پلو ملو درک است؟ وی که من میگم دیو بزنه تو چشم لق شکم بوره. این بعد از وقتا در یک معامله خوشی خبر هستم که دول بزنم و شکم تو هم چرب شوه. خلیفه بلایت بگیره. الله شکر که باز دول پیدا کردی و میتونی که در کار غریبیت برسی. از این بعد بخیر باز نان ما در روغن مفته. خلیفه بلایت بگیره. دول که نباشه روزم روز گله است. اگر نی کار و غریبی از کجا میشه؟ آقا چی خوب دوله در تاب ساختی؟ او سرچک شده. دستای شنگل بازی دواکت نیست. نزن در دول. نمیبینی که تسمایش کش میکنم که سر شوه؟ تو من آقام دوله یک کار دمه که من صحیح غمشه بخورم. او چه شملق پیش پزک. تو که یک سالم نان بی نمک بخوری نمیتانی موار دول سر کنی. خلیفه بلایت بگیره. آقا ورخطا نشو، دول مول تسر نمیکنم. اینه که تو که چاقو دیم بغلکش نام خدا میکنم. وی که من میگم نامت گل شوه. بخی وردار چاقو ماقوی تا که حال دول ما داغی و ردی و بدقواره نسازی. خلیفه بلایت بگیره. من خود دیوانه نیستم که دول خراب کنم آقا. بان کدمی بغلکش نام خدا بکنم که رقم دول پیشترک مواره گم نشه. او کلانکاری ابسقال. این نام سبیل مانده تا چی قسمی میکنی؟ اگه دول مغار کدی باز چطور میشه؟ خلیفه بلایت بگیره. رای نزن آقا، سمال میکنم. او خلیفه بلایت بگیره. علا داد نامراد. خیوشتا بگی که حال دولم از قیمت نپرتی. داینجش نه بلا بزنید. ده کدام شنگه که نامعلومش نام سبیلی تا بکن که هیچ داستانی معلوم نشه. اینه خیدم اینجا سیز. او تل برخو سنی چی سایل داری؟ فکری تا بگی که حال دولم غار کده بودی؟ اوهو آقا این خونم دول پیشترم است. تو چی میگی خلیفه بلایت بگیره؟ این دول من نو از بازار اولوسوالی خریدیم. اینه سایل کو. اینه نام ما که تا بغلکش کنده بودم تا به حال مانده. اینه بیبی که سر نامم رنگ زده. تو خو راست میگی و خلیفه بلایت بگیره. این خو راستی که اونمو دول سابقم است. حالا من میفهمم که چی رقم دازش پیدا کنم.